سلام، خوش اومد به ویدیو دیگه با من. امروز قرار دارم بریم ماینکرافت بد وارز بازی کنیم و با راویگری من. خواهم اینم اولین بار راویگریم چطوره. حتما از من اگه خوشت اومد لایک و ساب فراموش نشه و بزن بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب خوش اومد به مچ اول و اینکه آره دیگه بریم بتر کنیم. آبی راش داد و من منتظر بودم تو همین چرخ بکنم تو یک کم از چرخ رفتی هنوز جا داره برای چرخه. اومد پایین و یک فایت با هم دادیم و منم زدم کشتمش دیگه به راحتی. اینجا با خودم گفتم شاید بتونم تراپش کنم و حالا بقیه‌اش رو ببینیم. اینجا که رفت بالا یکم استرس گرفتم که شاید الان بمیرم و وقت مرگم باشه و وقتی بالای سرم پوشوندم و آره اومد پایین و منم زدمش با اچپیم خیلی کم. اینجا با این که میدونستم میمیرم ولی بازم سعی کردم که بدشو بزنم و مردم. جلوشو پوشوندم و یکم با هم دیگه بالا بازی کردیم. یکم بالا بازی کردیم، هم رفتیم بالا و سختی میخواستیم هم دیگه رو بزنیم که اون از کنار اومد پرید رو بریج بالایی که زده بودم و منم رفتم زدمشو انداختم و فال مرد و آره دیگه فال مرد. اینکه رفتم که یامش کنم. یک اتفاق خیلی عجیب افتاد. دیدم آبی تخت نداره ولی اسمش تو این قسمت بود. تبم نگه داشتن ازش رو ندیدم. فکر کردم ریشویت کرده. تصمیم گرفتم که برم راش رد و ردمون حلش کنم. که در کمال ناباوری دیدم رد ابسیدین داره. اینجا دو طرف که بهم روش حمله کردن من خیلی استرس گرفتم و آره دیگه من زدم. 2 نفره. شارپ. تصمیم گرفتم که امیرال جمع کنم و خودم ابسیدین کنم تا یکم امنیتم بیشتر بشه و بدم نره. و من بالاخره ابسیدین شدم. Let's go. اولا بگم که با روش لاشخوری رفتم گره زدم و اینکه تصمیم گرفتم برم و قرمز کارش رو تمام کنم. قرمز رو کشتم و بدشو به سرعت با اون کلانی که خریده بودم زدم و آره دیگه و اینم فایت من و آقای قرمز که اول دمیج نمیخورد و این من خراب کرد و بعدش تونستم بکشمش و اینم از وین. Let's go. اینم از وین مچ اول. بریم برای گیم دوم. Let's go. البته بهتون نگفتم اگر این ریسورس پکی دارم استفاده میکنم و میخواین حتما جوین دیسکوردم بشین. خودم ساختمش ولی یه ایراداتی داره که اونا رو بعداً حل میکنم. حتما جوین دیسکوردمونم بشین و بهتون بگم که گیم دومم گیم آخره. سبز همین اول بسم الله بهم راش داد و منم سعی کردم راش بدم بهش و بتونم بزنمش. بدو زدم و طرفم همونجا یکم فایت دادیم و کشتمش. خیلی جمپ میزد و من نتونستم درست روش ایم بگیرم.
تصمیم گرفتم برم دایمن، حداقل یه دونه شارپ برای خودم جور کنم و بعد برم به کسی روش بدم. شارپ رو گرفتم و تصمیم گرفتم که وقتی فهمیدم که کناری گیریم بلوه و بلو هم توسط رد الیمینیت شده، گفتم از بلو برم رد و کارش یکسره کنم. که همونطور دیدید افتادم و یه بار دیگه تلاش کردم بدم توسط گره رفت و گره هم چون دایمن بود من کلا اوپی بود نتونستم بزنمش و اون مچ رو باختم. امیدوارم خوشتون اومده باشه و اینم یه ویدیو کوتاه بود از بدوارز من و آره دیگه حتما لایک و ساب بکنید، لایک و سابتون هم فراموش نشه، جوین دیسکوردمون بشین و ممنون میشم نظر خودتون در تو کامنت ها بهم بگین. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.